дар мобайни роҳ чӣ мехоҳад? Нест, рафтан гир. Боз ягон гап нашавад. Ист, полис! Ист! میبینیم شما رو کی از دست من خلاص میکنند. Geldi vakti, yolcudur yolcu, içmeden zehri, olmaz bu sancı. Bir kafesten uçtu gönlüm, göklere çıktı. Dağlar aştı, ırmak oldu, çağ gibi taştı. Ey rezil! Bir bilek ki hiç bükülmezdi. Tek bir canda پلید nefesti, تو hiç tükenmez. باست آمدی. آدم بر این نمرده. پس مثل حیوان میمیری. صدای تیر و تو گفتم که این را خوب نگاه دار، لیکن نخواستی. کیست آنجا؟ هی! مرا میشنوی؟ کیست آنجا گفتم؟ هی! بدن این رو پوری سوراخ کردند. تیر نقرگی که در کشتی دیدیم. عجب و چیگه باشد.
نزدم تو بیا نزدم تو بیا جان نزدم تو بیا نزدم تو بیا جان نزدم تو بیا نزدم تو بیا کو بینیم باز نوبتی کیست سردارم سردار شکر که در وقتش رسیدید لیکن از حد گذروندید آخر مثل الک شده است کو چیو میگوی ممدو؟ تا من آمدم که بر وقت پیش کنده است. به خدا اگر خرسند نشدم گویم دروغ گفتم پس کی کرده باشد؟ بسیار حیرت آور. همینش رو میدانم که هر کسی باشد دشمنی دارد و حتی یک قدم از ما پیش. لیکن در حال حاضر احوالش رو بین، یک نظر کن. تیری نخرگین مثل همین در کشتی هم بود. بله، همین خیلی تیر در کشتی بود. سردار این کارو که کرده باشد شما چی گمان دارید؟ چیت؟ ایسته سردارم چیکار میکنید؟ زرگوش دختر را میدونستم اما زرگوش پسر را باری اول میبینم. اما اینش مویلب دار؟ خیر نگاه کن. تیری نخرگین نفری میخواهد که پیام میفرستد. نیازی چگونه پیام؟ نمیبینی؟ این آدم با کتابت کننده مانند است. چرا این رو از بالا پرتفته باشد؟ گیر. شما در اینجا چیکار میکنید سردارم؟ تو اول بگو که از کجا پیدا شدی؟ جورا جان تو کجا بودی؟ میدان همه پر از خون شده است، تو در کجا میگردی؟ ممدو، یک دقیقه است. شتاب نکن. یگه با من بگو از کجا میدونستی که ما در اینجاییم؟ از رادیو تلفن شنیدم، ماشین را دیدم و آمدم سردارم. همین؟ وای وای سردارم شما چیکار کردید؟ والله این آدم شما را خیلی خشمگین کرده است. 1 2 3 4 5 تا سحر حساب کنم تمام نمی شود. سردارم شما برای کشتن نه، برای الک تیار کردن آتش گشاده اید. خوب است شما هم کم کم از قالب قانون برآمده ایستاده اید. یگید سفسطه نخوان. تو میفهمی که چی گفته ایستاده ای؟ از بیهودگویی بیزار شدم سردارم، از این پس تیرباران میکنم. سردارم این را با جهنم روانه کرده اید و بس نبود که باز علامتون را از من میگیرید. ما را در همین احوال یافتیم. شاید اون فکر تازه داری. این چیست؟ تیری نخرگین؟ اقتدارش چند باشد؟ شد نخندید هم میشود. از کجا یافتید این را؟ از پنجهش یافتم. کدام سایه دست گذاشته است؟ خواست است گوید که گپ زدن نقره باشد، سکوت طلا است. خیلی عجیب. چی عجیب بوده است؟ نگاه کن، سایه دستش را با تیری نخرگین میگذارد، ولی با تیری نخرگین خیلی قیمت است. یعنی آدم را روبرو باید دید، با دیدن نوار حکم نباید کرد. بسیار عجیب. سردارم بخیر است؟ چرا نگاه دارید؟ پلیسی خندان را ندیدید مگر؟ جورا جان خاموش است، عصبی است. والله حلالش باد خوب کمک کرده است. به شبه ما کار هم نمانده است، برای همین میخندیم. همین خیلی دستم. بفهم بوده است. مسخره بازی کن، مسخره بازی. سلام آقای فاروق. استراحت چکل گذشت؟ استراحت زهرمان شد کبوتر. بهجت را کشتند، از اتاق مهمان خانه پرتفتند. کی این را کرده است؟ نمیدانم. با صاحب میدانی اسب سواری صحبت کرده بودم. خیلی خوب. چگونه حل شد؟ متاسفانه خبری خوش نیست. زمینش را نمی فروشد.
فروختن نمیخواهد. فروختن نمیخواهد؟ من طرز گرفتنش را میدانم اما پول را از دست دادیم. کدام پول؟ التماس نگویید که پول اصلی ها از دست رفت با داد و فیغان. با آن پول میخواستم میدانی اسب سواری خرم. البته میخرم. میدان از من میشود. هر کسی که پول را از خود کرد دست مییابم. نایافتن نمیشود. بعدی یافتن حساب و کتاب هم میکنم. حاضر ما او را میپرسیم. من همه شرح دهید؟ شرح لازمی را نجیب سردار میدهد. رانو تو در اینجا چیکار میکنی؟ کی کار رو سر کردی؟ سر کردم خیری. زنده ها باید زندگی کنند. هم باز چنین خبر رو از دست دادن نمیخواهم. بگیر در اینجا چی واقعه؟ نمیدونم. زرگوش از بالا پریده است. عاقبتش همین. خدای توبه. کاری عجیب. آدم چی هایی رو که نمیدیده است. یک تیر از کشتی، دویمش از دستی بیجد، سیومش از دستی سردار. پلیسگری را مانده فالبینی کردیستی. کسیش است؟ تیرهای نقرگین و معماهای دیگر، سوپرمن، بتمن یا باشمن؟ خودش کیست آخر؟ با این پیامش به ما چی گفتن میخواهد؟ سیر اکنون در شکم این مرد موند. بیایید کارد رو میگیریم و شکمش رو میکابیم. اینها که مسخره باز شدن، ما تماشاگر میشویم. نمایش دور و دراز دوام میکنند. چی بود از تیری نقرگین؟ ما ستاره شناسیم کو؟ سردارم، یگان جای نافهمی نیست. پیام آشکار است. میدانید که نقره را مردها استفاده میبرند. این در وقتهای پیش بود. حاضر زن و مرد فرق ندارد، همه استفاده میکنند. یک لحظه از کجا میدانی که مرد است؟ یا اینکه چیزی میدانی که من نمیدانم؟ چرا ایستاده یک باره از مرد سخن گفتی؟ ببخشید سردارم، تنها مردها با این خیل رزیلان چنین حساب کتاب میکنند. به اندیشه من حتی اگر زن هم کرده باشد رفتار مردانه کرده است. پلیس فرقیت هر دو جنایت را جستجو دارد. در هر دو واقعه یافت شدن تیر نقرگین پلیس را بی‌ضابطه کرده است. گمان دارم که این پیام و یا امضا است. تا حالا از شعبه مدد یگان شرح دایر به این موضوع به ما نرسیده است و جستجو دوام دارد. احتمال است که تیر نقرگین مدت دراز کارمندان امنیت را به تشویش می آورد. لیکن باوری داریم که در حال این پیام رو نشان میدیم. چنان پیامی که دنیا به پا میخیزد. یگید کسی که جنایت صادر نکند نمیپرسن که تو پلیسی یا کسی دیگر. جنایت است. تمام و سلام. میکند سردار. از این مرده ها یکیش خائن تشکیلاتشان، دیگرش بی‌حیا است که به فروش سلاح مشغول است. نمدو اگر اون بیشرف مرده باشد مگر جنایت حساب نمی شود؟ یعنی جنایت است. خرچی دونم بیناموز قریب بود که افطوبزی پر از عسکر رو میترکن. با این هم نباید چشم پوشید. با اجازت شما. الو چی گپ؟ بچه ها مرده ایستادند. پول هایمان از دست می رود. یزنه من هم نمیفهمم. در اینجا همه پریشان. باز یزنه بازی خاله بازی رو سر کردی. همه از نظارت برآمد. و من زود خبر در کار. تو در آنجا خوابی مگر؟ یزنه میدونه که من در جای کارم. وقتی کار سردارها نمیخواند تایید کار شخصی همون گپ زنیم. بعد گپ زنیم. خیری گوش کن مرا. اید و ایام نیست که یزنه دستت را بوسه کند. حرکت کن. زود به اینجا بیا. فهمیدی؟ خیری. آه خدایا، اکنون به نجیب سردار چی میگویم؟ خیر است خیری؟ یزنه هم زنگ زد. سلامتی خاله هم وزنین شده است.
تو چی ایستادی؟ تو هم رو؟ نه سردار نمیروم، کار است. جدی هم نبوده است. من اینجا میمونم. وقتی کار است آخر. رو یگان کمک خواهی رسون. برو من به تو جواب میدم. اطاعت سردار. مادامی که مجبورن روان میکنید من میروم. برو این چی بلایی از نداری شد؟ در یک روز 10 بار زنگ میزنم. سردار آیله باشد میفهمیم، لیکن شما را فهمیدم سردار. چنانه که فرمودید جزایشون را میدیم. بعد مرگ رهبرمان سردار منطقه مرا چون رهبرتان انتخاب کرد. از این پس همه در امر منید. فهمیدید؟ من سردارم. فهمیدم سردار. وقتی استوندن قصد سردار آمده است، رفته خانه و در و جای کار همه جایش را پخش کرده میکابیم. با فروخ حرامی حسابی میکنیم. پیش دروی رفتیم. کبوتر من میروم. یگان خبر هست؟ آقای فروخ، امروز با دخترم گپ زدم. یعنی با عروس من مسئله توی امان را گفتی؟ البته گفتم، لیکن گفت که غایبانه عروس نمی شود. اما باور دارم که با مرور زمان قبول میکند. البته قبول میکند. دیگر علاج ندارد. سنم کی می آمده باشد؟ تا حال چپتهش را نگرفته است. گیرد میگوید. به من خبر دی. همسر آیندم را پیشواز گیرم. سردار کجاست؟ معلومات را تحلیل دارد. شد فهمم. بین رنا آمده ایستاده است. طرز آمدنش نشانه خیر نیست. یگید تو چی کار کردی؟ من با تو گپ دارم. من رفته یگون چیز خورم. خوب، با یک طرف بیا. بخیر است رنا؟ تو بیهوده نمی آیی؟ انیق یگان بویی گرفته ای. یگید بگو این تویی؟ نه من نیستم. در اصل این روح من است. خیلی خنده آورد. مسئله تیرهای نقرگین را میپرسم. تو آن را موندی. آنها را تو به قتل رسوندی. چی؟ تو چی میگویی رنا؟ به فکرم تو عقلت را خورده ای. این چی سخنانی بی‌معنی؟ گوش کن، راستش را بگو. این دست یک نفر است. بله، آدمی اسرارانگیزی که شبانه به شکار میبراید. قهرمانی که عدالت خواهی میکند کیست؟ یگید من؟ نه نشد. یگید می ناتر. نه این هم معنا نکرد. یگون چیزی دیگر. یگون چیزی زمینی. یگید چند؟ یگید لی. اما این نشد. یگید لی را قبول کردم. قاتل از خود نشانه میماند میگویم. تیرهای نقرگین. بله، تیر نقرگین. نباشد من به خودم عزیز را انتخاب میکنم. رنا، تو مرا مسخره داری. یگید من جدی میگویم. رنا تو چه ها میگویی؟ شبی دراز در بدر داروخانه ها گشتم. فاتح حرارت داشت. اگر خواهی میم دو را پرس. تو خود میدانی که عقل من به چنین چیزها نمیرسد. جورا جون، ثبت های امنیتی مهمانخانه را آوردند. نجیب سردار همه را با مجلسگاه دعوت کرد. بیایید همراه بینیم. ثبت های ویدیویی؟ بله، شاید همون آدمی تیری نقرگی مونده را هم بینیم. میبینیم؟ بیا. رفتیم. چی ها میگوید پدر؟ چخیل فاتحه؟ چخیل به من خبر نداد و شوهر شونده انتخاب میکنید؟ دخترم آمدی گپ میزنیم. جای گپ زدن هم نیست. این گپ رو دوباره تکرار نکنید. آمدی گپ میزنیم. بهترش وقتی آمدنت را با من بگو. هفته آینده. گوش کنید پدر. باز اون مرد برای پیشواز به فرودگاه ناید. افتش رو دیدن نمیخوام. به خدا به خودم رو به سرش میزنم.
دوامش رومون طبق سخنان شاهد حادثه بعد 1 ساعت است. خوب شده سرکمسر. рафиқ сардор, тири нуқрагин аз касе ки гумон мебарем боз ҳамон набошад? бахайр аст? ягоншо медонӣ? не, фикр мекунам аз атрофиёни худамон аст. сардорам, раъно имрӯзҳо филмҳои моҷароӣ тамошо мекунад. ҳам фикрем. рафиқ сардор, ин мард ба назарам шинос менамояд. оғои кабутар, одамони сардор инҷоро иҳота карданд. чӣ, дарҳоро бандед, зуд. силоҳҳоятонро партоед. партоед гуфтам. силоҳҳоятонро партоед. چی شد و چی میخواهید؟ مالک فروخ نام دارد. سردار را فروخت، آدمهایمان را کشت، پولها را دزدید. حسابات باید دید. آقای فروخ اینجا نیست. احمق، چخل نیست. برآمد. نامرد کجایی که باشد برآید. جواب خیانتی مراد را میدهد. یا شده خیری خودش چی گفت؟ چی شرمندگیست ها؟ آقای فروخ آرام شوید. کسی نامعقولی ها کرده ایستاده است. خیری ضعیف شده ایستاده ایم. تو رو بازی میکنی ها؟ آقای فروخ خودش چی گفت؟ غلام تو میشوم. از ما خطاگی نمیشود. با خدا این را کسی میکند که از ما نیست. شما چی؟ شما کی هستید؟ پلیس را میگویی؟ پس ما کی هستیم؟ اکا جان، من در بین پلیس هایم. خواهید یا نخواهید؟ مان این گپارمان آدمانی مرا میکشند. کی آنجا نشانه میماند؟ آن شخص را یافته خبر ده. سردار، چهره قاتل را کولان دیده نمیشود. نه، بله، نه. معلوم میشود که با عقل است. احتیاط کرده است. بله. این زن فیفی است؟ بله. تشکیل کننده کارهای افلاس میباشد این زنی داله. کارمندان دولتی سیاستمداران و تاجران را به دام می‌افکند. آنها را به نوار برداشته اغوا می‌انگیزد. ثبت‌های زیادی دارد. رفته او را بیاریم. کنی فهمیم در محل جنایت چیکار میکرده است. بله سردارم. رفته به اینجا بیاریم، به سیر و گشت بریم، باز به خانه‌اش برده بخشش هم پرسیم، باز نرنجد. لا حول، خدایا به این کودک عقل رسانده. تو دیگر حقیقت رو نمیبینی. سردار، من از پروکورور اجازتی دستگیر کردن رو گیرم. میگویی که فروخ نیست؟ گوش کن، بهترش مرا کفته یابد. استاد، شما خطای کلان میکنید. مثل دختر گریه نکن. رفتیم با ما، رفتیم. این مسئله رو با فروخ میبینید. مرا در این کار همراه نکنید. خاموشی است. سردار، این آدمان رو چکار کنیم؟ نابود کنیم؟ مانت گفتم با فروخ پیام برند. یا اون قاتل رو میابد و یا من پرهای کبوتر رو یک میکنم و با آنها روان میکنم. رفتیم، پیش در را. در اینجا 2 برابر معاش تو برای خدمت‌هایت. اگر کی بودن قاتل را یافته خبر دهی، 1 معاش دیگر میدهم. آقای فروخ خاطر نشوید. به مثل حادثه دیسک حل می شود. مانند جدا کردن موی از خمیر. این پولها را چی میکنی؟ نمیدونم. ممکن این شام به سینما میروم. دیوانه ای تو خیری. آدم بر این استراحت کن. یعنی چی خیل؟ به حمام فیفی رو. نامم را بگو. تو آخر مجردی. دم گیر. حمام.
چی؟ چی خیل؟ احمق ها به من از عهده یگان کار نمیبرایید. کبوتر را چی خیل بردن؟ ها؟ من میآیم. همون فیفی گفتید آقای فروخ؟ گیر این کارت نشانه را. با فیفی بگو که من روان کردم. آدم برای استراحت کن. شما بزرگید آقای فروخ. Sevda düştü içimize. Her şey önce yüce vatan. میرویم سردار. زود باش. کنی بینیم همامی فیفی چگونه بوده؟ زودتر رفتیم. Bileğimizle yendik, gücümüzü haktan aldık, kor ateşlerle yandık. مرحمت. روز بخیر. میخواستم فیفی رو ببینم. با خانم فیفی چیکار داره؟ من کمی استراحت میخواهم. اینجا رو از کجا میدونید؟ مرا آقای فروخ روان کرد. آقای فروخ؟ پیشتر میگفتید. مرحمت. آه، این جانشین وزیر آقای عدنان نیست؟ با خدا خودش؟ او رو میشناسید؟ میشناسم. این آدم در وقتش با سروزیر قرابت داشت. در روزنامه ها می نوشتند. وای 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 وای، با اینجا که ها می آمدند. بیایید رفتیم. رفیقانم با من توصیه دادن، چون این جای را انتظار نبودم. خیلی شاد شدم. باز می آیم. همیشه انتظارم آقای عدنان. با من به خوراخوری می روی؟ حاضر؟ بله، چرانی؟ البته با جان دل. بیا اپا این کی؟ چی کار میکنی که بودنش را؟ در کجای جانشین بوده است؟ مثل همیشه بسیار کارها کرده است. نگاه کن، مثل خیرس است. لیکن فروخ ثبتها را با او نشان داده به گردنش حلقه انداخته است. این به عقلها حمام گفته می آیند. نمیدونند که ثبتشان میکنند. گاها غم هم میگیرند. بعضی زن و فرزند دارند. غمی آنها را نخور، فراموش کن. ما از این خیلی فایده کلان میبینیم. آقای فروخ هم به این زل کارهایش را انجام میدهد. خیر نمایند اینجا. اگر ثبت را به روزنامه و آینه نیلگون نشان دهیم، حیاتشان برباد میرود. خنجر، آدم کش نباشم من. خنجر را چیکار میکنم؟ اپا، یک جوان آمد. خیلی ساده است. میگوید که فروخ روان کرده است. زود کمکش کنید. کسی به اجازت فروخ نام او را در اینجا نمیگیرد. خدمتی اعلی صفت کنید. خطا نکنید که آقای فروخ از ما میرنجد. به این هم تبش خیره است. فهمو اپا. چیکار کنیم سردارم؟ کمی انتظار شویم. کی می‌دارد و کی ها می‌براید یک بینیم. صبر کنید بچه ها، انتظار بشویم. زنک، همین کارهایت مرا کدام روز میکشد. چیکار کنم نجیب؟ آینه جهان نما ندارم. از کجا دانم در کجایی؟ گوش کن مرا. شب را فراموش نکرده ای آخر؟ چی گپ است امشب؟ زادروز نوربانو آخر. سردارم. زنک،
چخیل فراموش میکنم زاد روز یگانه دخترم را. شب هممون یک جای سیر و گشت میرویم حیران میموند. البته زنم چخیلی که امر میکنید. سردارم گوید که هدیه میگیرم. از نوربانو پرسید یگان خواست دل دارد برای زاد روزش. زنک پرسیدنی بودم که چی هدیه گیرم. نجیب نوربانو چند وقت است که تلفنی نام میخواهد. اگر توفه میکردیم خوب میشد، خرسند میشود. البته زاد روز دختری یگانم از همه بهترش رو برایش میارم. خانه که اومدم میگیرم. برای کار آسای خلاص شدم. خودش چی گپ؟ آقای فاروق آنها زیاد بودن. با سلاح حمله کردن. کاری کردن نتوانستیم. орҳон захмӣ шуд. آنها آمدند و حمله کردند و شما تماشا کردید؟ ака аҳволам бад. маро ба беморхона баред. تو چی گفتی؟ дарунам сӯхта истодааст. اینش کاری تو. اکنون رو به بیمارخانه میروی، به غسلخانه میروی. خب تماشا کنید، عبرت شود. الو منفیره کبوترت برای تو پیامی میخواهد رساند. میشنوی؟ آیدی مسئله سردار ما دخل نداریم. مصلحت میکنیم. تا قاتل یافت نشود مصلحت هم نمیشود. آقای فاروق مرا خلاص کنید، کمک کنید. سردارم باز چقدر انتظار میشه؟ دیگر منتظر نمیشویم، میدرویم. بگو که همه آماده باشن. بچه ها آماده باشید، میدرویم. پلیس شما با این طرف. دیگران از کفایی داریم. با این طرف زودتر. марҳамат ба ҳуҷра дароед ҳамааш ҳал. маҳтоб мегурезем, полис омад. خودش چی گفت؟ ایوان اکنون من محو شدم. маро сарде мегӯям, ҳақ надорӣ. ман шикоят мекунам, сарде мегӯям. чӣ арзу шикояте ки доред ба прокурор гӯед. خانم اینجا بیا. مرا سرده. همچون آدم از در برآمده نمیتوانید. تو میدونی من کی هستم؟ بسیار میخوام دانم که تو کیستی. در همه جا شناس دارم. وکیلان مردمی، تاجران، سیاستمداران. یگان کار کردن نمیتوانی. سردار یک چیزی افتیم ببینید. سردی برا اگر گویم که برای سنجیدن خبری آمدم میشته باشد. خدایا این سرکمیسر یگید انا اکنون محو شدم. اینها در اینجا چیکار میکنند؟ گریز خیری گریز، اگر دستگیر کنند میمیری. چرا آمدم اینجا؟ شما با اون طرف. ای تو از سرکمیسر. ایوا چیکار کنم؟ فرخی احمق، این بلا رو با سرم آوردی. عجبا خیری؟ والله که خودش با ما نآمده بود. در اینجا از کجا پیدا شد؟ الو
آقای فروخ من خیری من فیفی آمدم. فروخ انا عجایباتی کار. بچه های ما ناگهان به اینجا در اومدند. من در درون اتاقم چیکار کنم نمیدونم. خیری تو پلیس هستی. یگان دروغ بگو. سپارش مخفی داشتم گوی. اکا جان التماس مرا نجات دهید. چه کاری میکنی کن. من کاری کردن نمیتوانم. خودت حل کردن گیر. آقای فروخ لعنتی خاموش کرد. معلوم شد که مش بچه تو بوده ای خیری. همه این را از تو خواهم پرسید پلید. حتما از بینیت میبرارم. سرکمیسر اینجورم ببینیم. من اینجا را دیدم. در اینجا کسی نیست. دیگر اتاق را بینید. اطاعت. خیر میبینیم خیری. چه گپ شد؟ کبوتر را گرفته بردن. فیفی را دستگیر کردند. خیری را هم فهمیدند. اگر فیفی را هم فاش کنند آنگاه قیامت قایم می شود. برادر خونی نجیب، چون وقتهای پیش به دادم خواهی رسید باز به سرم فکری خوب آوردی. مرا تو نجات خواهی داد. البته این چی نوار ها سردارم؟ خیلی که میبینی فیلم های زیاد است. مشتری ها را پنهانی ثبت میکنند و بعد استفاده میبرند. این برو سرده. شما راه زنید مگر در روزی رفشان به اداره ما حمله کردید؟ مرا ببخشید محترم. از کار زیاد شب و روزمون با هم آمیخته شدم. نفهمیدین؟ محترم گفتی؟ به تربیه روبرویت خانم ایستاده است. برید. راه گرد. راه گرد. ایزده را گفتم. دیسکا را برای سنجش به شعبه برید. ماشین فیفی را هم به شعبه بیارید. ایزی انگشتش را میگیریم. همه جا را کابید. مواد مخدر را هم سگ ها را هم استفاده برید. فهمه؟ اطاعت سرکمیسر. بیاید رفتیم. توبه شکر که خلاص شدم. قریب که به دست افتادم. یا الله اینا از کجا ریخته باشد؟ ایست. تازه گذر. تو با کدام رو به اینجا آمدی؟ برای پیشنهاد تکلیف آمدم. باید دانی حال حاضر اعتبار نداری. در تکلیف آخرینت مراد سردار مرد. این به من ارتباطی ندارد. با کی ارتباط دارد؟ کبوتر را سر دهید میگویم. کی بودن قاتل را فهمیدم. آقای کبوتر رو برای هوای تازه به کوه بردیم. با استراحت عادت کرده است. مرحمت. این کی است؟ قاتلی که سردارتان را کشته است. سردار شعبه مدد نجیب المس. همین بوده است.
قصد جان سردار ما را کردگی همین است؟ از بدن سردارتان 20 تیر برآمده است. درست است؟ این را قتل وحشیانه میگویند. امروز روزی تولد دختر نجیب بوده است. در پرونده آمده است. شاید یگان سورپریز کنید. این طرفش را فکر نکن. پروا نکن. من خودم میدانم چی کار کنم. در وقت قتل بهجت در مهمانخانه بوده ای؟ خیر در اینجا بود که مرا به قتل میرسانی. یک جای با بهجت به مهمانخانه در اومدید. اونجا باز کی بود؟ سروزیر بود. وزیرها هم بودند. گوش کن مرا. حاضر چنان زیر پا میکنم که چی بودن اندازه 44 را میفهمی خانوم؟ مردی به آداب، پایهایت مثل فیل است. شما گویید که مرا برای چی اینجا آوردید؟ پیش از این آقای بیلدرجینگ رو هم آوردید، اما او از اینجا دستک زده برآمد. آقای بیلدرجینگ؟ کیست او؟ خودتان میدانید آقای بیلدرجینگ است یا کبوتر، همان آخر. چی گفتن میخواهی؟ یعنی تو هم از اینجا میبرایی؟ همون رو به مرکز کارهای افلاس تبدیل دادید؟ تجارت آدم؟ تجارت زن سفید پوست؟ از 10 سال کم زندان نمیشوی. نه اشتر، کسی فهمد فکر میکند که در مرکز تقسیم بمب گذاشتم. صد حیف. دخترهای جوان را به دام خود گرفته به فاحشگی مجبور میسازید. بس نیست که به مثل خودتان افلاس ها را از کارمندان دولتی و سیاستمداران یافته به دام خود انداخته ثبت میکنید. بعد روبروی ما نشسته شرم و حیا نکرده مثل بوسیچه بیگناه گپ میزنید، گویا که مرغ میفروخته باشید. کی بودنی شما رو هم میدانم. حالا همین خیلگوی از کجا مرا میدانی؟ سردار، هنگام دانشجویی او را از دانشگاه پیش کردند. پیش نکردند، خودم ترک کردم. به خودم معقول نشد. در این معلومات گفته شما نیست. نوشته شده است که از برای علاقه جنسی از دانشگاه خارج کرده شده است. کی از دروغگویی مرده است؟ هرچی نوشتن میگیرند. شما جاغتون را بیهوده مانده نکنید. سردارم، آیا میفهمید که در رو برایتان چی کسی است؟ اینها سخن انسانی را نمیفهمند. زبان اینها را من میدانم. خیری، چه خبر ها؟ خاله چه خیل است؟ کدام خاله سرکبیسر؟ آخر حاضر اجازت نگرفته بودی؟ یزنت زنگ زد، خاله هم کسل شده است گفتی؟ خوب است سرکمیسر، خوب است. خوب این کی سرکمیسر؟ یک بی‌حیا همه را در حمامش بند کرده است. در ما بسیار بی‌شرف ها با آنجا رفت و آمد دارند. خیری، خیلی زیاد. مرحمت، چهارمزگیر پوچاق ندارد. بس سرکمیسر، خیر بس. تو چهارمز را دوست می‌داری که؟ مرحمت، گیر برای خودت. نوش بچه، من باید روم.
فیفی اگر فاروق را فروشد عجب کار می شود و فاروق این را فهمد وای بر حال فیفی. خب ببینیم دوامش چی می شود. مرحمت، چی میخواید؟ جناب عدنان را دیدن میخواهم. حاضر مساعد نیستم. قبلا خبر داده بودید؟ او خودش میخواهد که با من بخورد. چه عرص میکشیدم را بین؟ آفرین دخترم، بسیار رسمی زیبا. آفرین دخترم. لبای؟ بله. آقای عدنان، دخترم میخواهد شما رو ببیند. تعجیل است. تعجیل است؟ منش درآید. فهمیدم. درآید. سلام آقای عدنان، 5 دقیقتان را گیرم ممکن؟ جانکم شما را یک لحظه تنها میگذارم. مرحمت. دخترم ما را تنها گذار. مایلش جناب. چی میخواهی؟ این چیست؟ لحظه های خوشی که یک جای گذارونیدیم. اگر خواهشم رو اجرا کنی این دیسک را کسی نخواهد دید. معلوم می شود دام گذاشتید، من را رود سیاه کردنید. تو با اختیار خودت اومدی. من همون گفته آمدم. گوش کن کارمندی مامور مسئول، شما برای چی با اونجا اومدنتان رو خوب میدانستید. گپ رو دیگر جا نبر. شما به شرف هم مردم را به دامی خود میکشید. با شرف ها با اونجا نمی روند. پای های زیادی با اونجا رسیده است. بعضی ها به دام نفتیدند. من از تو دیده به ناموسترم. هیچ نباشد از روی ثبت استفاده میبرم. مثل تو با دروغ و تهمت حیات سیاه نمی کنم. به من دستی ناموس نه آموز. شد. از من چی میخواهی؟ فیفی از شما به طور عاجل تلفن انتظار است. با امنیت زنگ زنید. از محکمه خیلی نفرت دارد. زیاد انتظار نکنید. این را نمیتوانم. پس این دیسک را در آینه نیلگون و روزنامه ها زن و فرزندت تماشا خواهند کرد. انتخاب کن. فکری آبرویت را کن. چی گپ شد؟ هیچ گپ نی جانکم، هیچ گپ نی. میلش، من راضی. فیفی خوبیت را هرگز فراموش نخواهد کرد. معلوم می شود که همون را برای چنین کارها استفاده میبرید. من چگونه به این دام افتیدم؟ پاپا، حق خدمت گاز را آوردند. به خدا خیلی قیمت شده است. کیروز نمیدونم چیکار کنی. گازی طبیعی میگویند اما مثل طلا قیمت است. به حیاتمون طبیعی آمدیم، مجبوری زندگی داریم. اوچه ما آمدیم. خوش آمدیم. بچه های من چی خیلند. اوچه نگاه کنید. سوده چی هدیه کرد با روزی تولدم. خیلی زیباست. خیلی زیباست. آنا این از نام من. چی لازم بود؟ نمیخواهم در جای بمانه. اوچه روز تولد من کی است؟ بچم تو 29 فوریه تولد شدی. از این رو در 4 سال یک بار زاد روز داری. امین خیلی می شود. اپا جونی کیروز تشکری زیاد. عمری دراز بینی نوربانو سلطان. بچه ها بیایید ما هم زودتر برویم.
دادتون امروز بر وقت می آمده است. نصیب باشد. بیایید. خیر خوش خیر اومدید. تا دیدن. خوش باش. اوچه امشب یکون شیرینی هم میخوریم. چی در کار؟ مصرفی دادم زیاد می شود. خوب. همه یک جای تلویزیون تماشا میکنیم. من یک خوراک محلی میپزم. چی گفتید؟ اوچا این خیلی نمی شود. بگذار دستی دادم هم سوی جای بشود. اوچه این آدم ما رو تعقیب دارم. کدام آدم ها؟ انا همین ها. خدایا راست میگویی بچم. لا حول. کنی زودتر راه گردید. خیره اینجا بیا. لابه سرکمیسر. خبری آخرین را شنیدی؟ فیفی به کشتی حمله کرده است. پولها در ماشینش بوده است. چی؟ فیفی؟ بله. نخود. بله. وای. با دیگری مصلحت کرده بوده است برای نیز کردن فرخ. خوش رو یک تو رو آنجا انتظارم. بیا. تا دیدن اما نه در جای شما. در همین جا وا میخوره. ملخک. ملخک. الو آقای فرخ، من خیری. به شما خبری مهمی دارم. حمله کشتی را فیفی تشکیل کرده بوده است. بله. آقای فرخ پولها در دست فیفی بوده است. سرچشمه خبر به قوت است. آفرین. یک بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، آخر به دستی ملخک. گپ اینجا بوده است. برای این معلومات تشکر. چی شد آقای فرخ؟ چه هم میشد کبوتر؟ باور نکن به دوستت به کشتی فیفی حمله کرده است. چه خیل؟ باورت نمی آید؟ مگر؟ آقای فرخ شما چه ها میگویید؟ میگویم که آدمی نزدیکترینم. اگر فیفی را نزدیک گوییم به پشتم کار زدند، جگرم را پاره کردند، کباب خواسته است. حالا هم نفهمیدی؟ فیفی مرا فروخت. شکر که ماشین رو هم آوردند. تو اینها رو در ماشین ما. لبای آقای فرخ. تشکر سردار. البته انتظار میشویم. البته زود به مرکز زنگ زنید. خوب. فرخ برای استراحت می آمده است. تیاری بینند. خوب شده است. این چندین بار؟ سردارم هیچ پروا نکنید. آخر به شنگ ما میافتد. عملی این زن معلوم شد. چیکار کردنش رو میدونیم. چی شد سردارم؟ رفته دستگیر کردیم. این دفعه با همه دلیل ها آزادش کردیم. باز از بالا یک زنگ تلفنی شد و بله عیناً چنین شد. مرا هم دیوانه میکند. بالا این قدرش مرا هم دیوانه میکند. چرا جان صبر کن. اوچا حالو هم تعقیب دارند. خدایا نجیب باز به سرمون چی آوردی؟ زود به خانه درآیید. زودتر.
حرف می‌زنی. سردار حالا در نزدیک خانه ایستادم. خود را نمایان نکنید. کار را یک شب حل میکنیم. فهمیدم. نجیب بردار گوشی رو بردار. الو نجیب ما رو ماشین تعقیب میکند. التماس زود بیا. زنک کی تعقیب دارد؟ نمیدونم. ماشین دنبال ما است. بسیار ترسیدیم. دقیق است؟ یگان نافهمی نشده باشد. التماس زودتر به خانه بیا نجیب. شد فهمیدم. شما هم نترسید. میآیم. التماس. جورا جان بیا رفته خوراک خوریم. جورا جان تو همیشه در فکر شکم هستی. من رفته فوده را میگیرم. روزهای آخر افزای تو کیم چخیل شده است. بچه ها من به خانه میروم. میدونید زاد روزی نورگونه است. مایلش تا دیدن. تا دیدن سردار. تا دیدن سردار. خیر جورا جان من هم میروم. با اجازت تو. جورا جان چی خیل می شود؟ مایلش من خودم تنها خوراک میخورم. سردار نجیب به خانه اش آمد. در جای مناسب حل کنید. فهمم. نجیب دادا جان دادا کجا بوده؟ ما ترسیده. شکری بیاندازه. من نفهمیدم. با شما چی شد؟ کسی در اطراف خانه هم نیست؟ دادا در حقیقت همو رو تعقیب کردند. فهمم. اگر رقم ماشین رو گرفته باشه جستجو میکنیم. ما سخت ترسیدیم. آفرین به شما. عقلمون نرسیده است. مادش فراموش میکنیم. آخر امروز زاد روز است کو. زاد روز دخترم. نباشه تیار شوید. میرویم. تیار شوید. با کجا دادا؟ با کجا؟ لحمه جمهوری میرویم. مالش من لحمه جمهوری شما با پیتزا خوری. مادرت هم باشه اسپاگتی خوری. آفرین دادا.
آقای فروخ خجالت دادی پیش از ما رسیدی. دائما تو ما رو پیشواز میگید. گفتیم که یک بار ما پیشواز گیریم. پلیس ها مخلوق های عجیبند. دستگیر کرده بردن. تشکر به اکای نوم که به یک زنگ تلفن چون در چراغ که سبز گذشته رفتم. بیچاره ها بعضا از حد میگذرانند. بیایید درون درایم، اینجا نیستیم. درست بوده است. پلها همینجاست. عجب آقای فروخ فیفی را چخیل میکشته باشد. بهترش رفته با چشمان خودم میبینم. бо донистани калима ва воҷаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. воҷаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии воҷанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин воҷанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии воҷаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадо, ҳамсадои дили шумо. خودسندی کن ماهیچه. فیفی حالا سرت را به سنگ خواهی زد که کاش که نمی برآمدم. از این پلیس ها نفرت میکنم. رفشنی رو چنون در رویم گذاشتن که سوختم. این را کی آورد فیفی؟ همون پروکورور دیوانه آورده است. میدانی که این خنجر نشانه چیست؟ نمیدونم. تو میدانی کبوتر؟ آقای فروخ شما خوبتر میدانید. نشان خیانت. نمی کشد اما سخت زخمی می کند. از این رو سلاح زنانه می گوید. آقای فروخ چی گفتن می خواهی؟ می خواهم بگویم که خیانت مرا به ناامیدی برده می رساند. سردرد سخت می شوم. خودم را قریب حس نمی کنم. آقای فروخ چی کار می کنی؟ مرا باید نمی فروختی فیفی. با چشمانت دیدی که التیری را چی کردم. با خائنان چی می کنم تو خود دیدی. چرا فروختی؟ چرا؟ مثل گرگان گرسنه یکدیگر را پاره کنید.
دادا شما بهترینید. چند وقت شد که پیتزا خوردن می‌خواستم. با خدا دادا شیرینی هم میخوریم. گوش کنید، شما خواستتان رو خورید و با من کاردار نشوید. بچه‌ام دادت برای خوردن دیگر جا ندارد. قسم میخورم که تو رو نفروختم، به تو خیانت نکردم. پس پولها در ماشینت چی کار میکنند؟ من نماندم، خبر ندارم. آقای فرخ من تو رو نفروختم. اما من تو رو فروختم. سزایت. حالا هم عبرت نمیگیرید. کبوتر جزاهای سخت باید کشف کرد. از سه یکیش رفت، فرخ و کبوتر ماند. بیا بنازی رضا بیا زودتر بیا، جمالت را ببینم، افتی خنوکت را ببینم. بچه‌م ایسته در گلویت میماند. چرا سراسیمایی؟ نجیب چرا تو نمیخوری؟ خانم من اصلا پیتزا نمیخورم، تو میدونی کو. این را بینی دادا مثل پیدای خودمون است. دخترم پیتزای شما در اصل همان پیدو است. آنها پیتزا را از پیدای دوره عثمانی آموختند و نامش را پیتزا گذاشتند. تولدت مبارک قربانوی من. اکنون پف کن دخترم، پف کن. دختر شیرینی من. دخترم دعا میکنیم که دائم یک جا باشیم. گیر این را. تشکر به همش دادا. اوه تلفنی که دلم میخواست. شما دادای بهترین بار دنیا. دیگه از روز مبارک دخترم. تشکر زیاد دادا جان. مبارک. بچه من در زاد روزم کامپیوتر میخواهم. خوب شده است تو ارزنده ای. خانم ده آخر یادم رفته است. هدیه‌ای که برای تو گرفتم در ماشینی دادت مانده است. اوچه جان من خودم میگیرم از ماشین. سراسی من نشو بعد میگیری نوربانو. در هیجان است آخر، در هیجان. تو این رو نمیفهمی. نزدیکتر بیا فرخ، زودتر. من حاضر. چه خبر برادر؟ اوه خیانتکار. در اصل باید بخیر است گویم، اما بین تو و خیر مسافه است. هر دیتا رو بربر دیده نمیتوانم. یکان بار تلفن کرده احوال نمیپرسی؟ چیستان چی شد؟ فرخ برای چیستان یابی وقت ندارم. چه شده است بگو، سخن را دراز مکن. فیفی را کشتم. خیلی خوب کردی، خیلی خوب. نوبت مرگ کی آمده است؟ این را خداوند میداند. نوبت تو آمده است، از تو. یک بار دیگر هم گفته بودی.
ҳатто то ба мазор бурда будӣ. он чӣ ки дар тақдир набошад тадбир коре карда наметавонад. одамони ғори мо аз паят ҳастанд. акнун ҳадафи мо туӣ. одамони ғори ту? онҳо кистанд? худат фаҳм. террористҳо. онҳо дар ғор зиндагӣ мекунанд. барои ҳамин мехоҳам бародари угаямро огоҳ кунам. ҳама ҷо аз бад пур шуд. ба ту ва ҳамсарат, алалхусус ба духтарат намехоҳам ягон чиз шавад. гӯш кун, ту чӣ гуфтан мехоҳӣ? Чӣ гуфтан мехоҳӣ? рӯз бахайр бародари угай. алё. нурбону куҷо шуд? ҳоло ҳам наомадааст? чӣ шуд наҷиб? кӣ занг зад? маро ҳам хавотир кардӣ. наҷиб, чӣ шуд? ба куҷо меравӣ? дадам чаро давида рафт? роҳ гард. канорист. оҳиста бародар. нурбону духтарам, нурбону. ба фикрам чӣ воқеае шудааст? дадам тарафи мошин рафт. дав бачам, дав. духтарамро монед, маро гиред. намешавад. падару духтарро ҷудо намекунам. силоҳро партов ва ба мошин шин. вагарна духтаратро мебараму ту инҷо мемонӣ. фаҳмо? майлаш, гуфтаатонро мекунам. чӣ истодаӣ? савор шав. наҷиб! ай кун зудтар. наҷиб! нурбону! нурбону! تو همون وقتت را یافتی. لابای اپای هنر یکی زود باش. نوربانو با اکای نجیبت را بودند. چی؟ را بودند؟ کی؟ نمیدونم یکیت نمیدونم. زود بیا از برای خدا. زود بیا یکیت. حامیان فیلم در مرکز پرودیوسری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان و محرر غیور اشوری رستگان، مهندس ثبت آواز و تنظیم لطیف زوربیک، ترجمان الهام ظهوریان، راهبر گروه ایجادی فرهاد صفا، پرودیوسر کامل جان صفا. به نقش‌ها آواز دادند فیروز تومن، عاطف قادر، ناظم ملیک، ملاحت بانو، نسای محمد جان، سلطان مراد بابا مراد، شهرت رحمت الله، دولت عبیدالله، نظیرمل موسی و دلربا بانو، صلاح الدین شکور، زهرا بانو، فرقت، مهر نسا، خوشنود و دیگران.